بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، امید که خوب و صحتمند باشید و در حفظ و پناه الله متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. عنوان ویدیو را میبینید که حاجی میرزا راست میگوید یا بقیه ملت تاجیکستان. به صورت تواتر برای ما ثابت است که در طول 1.5 الی 2 ماه رحمانوف و دار و دستش دشمنی علنی با حجاب اسلامی را آغاز کردند. در ویدیوهای گذشته، در صحبتهای گذشته، هم بنده و هم بقیه کسایی که حالا دعوت کردن یا منبری به دست دارن آمدن صحبت کردن و گفتن که علمای تاجیکستان چرا در این مسائل ساکتن. دیشب من ویدیو را دیدم که جناب حاجی میرزا بیرون شده و ماشاءالله من گفتم حتما کدام صحبتی کرده و میخوای که این وضعیت پیش آمده را تقبیح بکنه یا حداقل موقف اسلامی و موقف شرعی داشته باشه. اما برعکس، والله من یعنی متحیر شدم. آمده ایشان به نحوی کارهای رحمانوف و دار و دستش را توجیه میکنه. خیلی واضح است، آشکار است. میگه همه اینها دروغ میگن. خیلی واضح، یعنی با این لفظ نمیگه که همه ایشان دروغ میگن. خب میگه در واقع اینها میخواهند که همون فرهنگ تاجیکی را در تاجیکستان در واقع تطبیق بکنن. جناب حاجی میرزا، ابتداً خب باید ملت در مورد شما تصمیم بگیرد، ملت خودتان، که شما راست میگویید یا خلاف واقعیت دارید سخنانی میزنید. حالا به خاطر چی این هم بماند، به هر حال ملت خودش درباره شما تصمیم خواهد گرفت که شما را چی بنامد، ولی این برمیگردد به ملت. اما من سخنانی دارم برایتان جناب حاجی میرزا. ببینید جناب حاجی میرزا، اگر که نمیتوانید در صف حق قرار بگیرید، برای باطل کف نزنید. من تعجب میکنم، ریشتان سفید شده، عمرتان بزرگ، ولی چرا روز به روز دارید ترسوتر میشید؟ روز به روز دارید بزدلتر میشید. ببخشید من این کلمات را برایتان استفاده میکنم. واقعا تأسف آوره، واقعا تعجب آوره. به جایی که شما بیایید رحمانوف خبیث و دار و دسته‌اش را بگویید چرا این کار را میکنید و از خواهر مسلمان تاجیک دفاع کنید، میایید سبحان الله از رحمانوف دفاع میکنید، از دار و دسته‌اش دفاع میکنید و این کار این احمق را به عنوان و کار این طاغوت را شما به عنوان کار اسلامی و عمل اسلامی دارید قلمداد میکنید و توجیهش میکنید. اون ویدیویی که نشر شد و پخش شد که زن تاجیک را میگن تو گردنت را برهنه کن، در کدام فقه آمده جناب حاجی میرزا؟ در کدام فقه آمده که باید زن مسلمان اینطور حجاب داشته باشه به نحوی که رحمانوف میخواهه، به نحوی که دار و دسته لیبرالش میخواهه، به نحوی که بقیه طواغیت میخواهند؟ چرا دارید به چشم مردم خاک میزنید؟ آیا فکر نمی کنید که اون زمان گذشته که شما خواسته باشید یعنی مردم را به هر قسمی که دلتان میخواهه به همان ترتیب آنها را بکشید به سمتتان؟ مردم عقل دارن، منطق دارن، سبک و سنگین میکنن، حق و باطل را میبینند، به چشم سر میبینند. شخصا برای خودم پیام های مواصلت کرده از بعضی خواهران که از اول پیام تا آخر پیام گریه میکنه. یعنی این دروغ میگه؟ همه این دعوتگرانی که در بیرونن حرف میزنن همه اینها دروغ میگن؟ پیام هایی که برای من از داخل تاجیکستان مواصلت کرده، تنها به من، شاید به خیلی دیگه هم مواصلت کرده باشه، همه اینها دروغ میگن؟ حتی این خبرها به رسانه های بزرگ خبری کشیده شد، اونها هم دروغ میگن؟ جناب حاجی میرزا، دارید به چشم کی خاک میزنید؟ به والله قسم که دارید جایگاه خودتان را در جامعه کلن زیر صفر میکنید. حداقل سکوت میکردید بهتر بود. جناب حاجی میرزا سکوت بکن حداقل در این مسائل. در کنار باطل نیست، برای باطل کف نزن. غیر از این که در روز قیامت الله متعال با کسانی که حقایق را میپوشند با اونها چی تعامل میکند و چی رفتار میکند، در همین دنیا الله متعال خوار و ذلیلتان میسازه. مردم عقل دارن، شعور دارن، شما را وزن خواهد کرد، سبک و سنگین خواهند کرد که شما راست میگید یا این که بقیه راست میگند. یعنی اینطور نیست که
در یک کره دیگری شما زندگی کنید، در یک سیاره دیگری زندگی کنید و کسی دسترسی به جایتان نداشته باشه. ملت تاجیکستان در داخل تاجیکستان شما بر چهره آنها خاک میزنید، میگوید همه اینا دروغه. نه، او میخواه که به هر حال عنعنات تاجیکی را زنده بکنه. و بعد جناب حاجی میرزا، من یک بار دیگر هم گفتم وقتی درباره شما صحبت کردم، متاسفانه که در افکارتان متاسفانه فکره ناسیونالیسم گندیده وجود داره. وطن پرستی و وطنگرایی و ملیگرایی که در اسلام وجود ندارد در ذهن شما متاسفانه وجود داره. همیشه وقتی در مورد افغانها صحبت میکنی با یک تحقیر، افغانهای فلان شده و نمیفهمم فلان جا تاجیک کشتن، فلان جا. چرا این مسائل قومی را مطرح میسازی جناب آقای حاجی میرزا؟ در حالی که شما خودت را عالم میگی، خودت را مسلمان میگی. یک فرد مسلمان نباید قوم پرست باشه، نباید ملیگرا باشه، وطن پرست باشه، بعد الله پرست باشه. این مرزهایی که استعمار در بین مسلمان ها بسته نباید اینقدر برای شما بت قرار بگیره و طاغوت قرار بگیره که اینقدر به پرستش آن پرداخته بشه. نعوذ بالله. وقتی شما چون این حرفایی بزنید، از بقیه چی گلایه بکنیم؟ از یک لیبرال چرا گلایه بکنیم؟ از یک سیکولار چرا گلایه بکنیم؟ شما که خودت را امام و پیشوای مردم میدانی. الله المستعان. عجیبه، من تعجب میکنم جناب حاجی میرزا، این حرفایی که دارید میزنید والله یعنی تأسف آوره، به شدت تأسف آوره. کمی در رفتارتان، در گفتارتان تغییر بیارید. حداقل همان جمله را دوباره جمله اول را تکرار میکنم. اگر نمیتوانی در صف حق باشی، حداقل برای باطل کف نزن. و طبعا ملت تاجیکستان حرفایتان را میشنوند و بعد در موردتان قضاوت خواهند کرد. و من خواهش میکنم، خواهش جدی دارم از برادران و خواهران تاجیک ما، برایید در ویدیوها، در صحبتهای صوتی درباره این موقف حاجی میرزا صحبت کنید. چون حاجی میرزا همه کسانی که میگوین این طاغوت دشمن دین الله است و دشمن اسلامه، میگن نه، نیست اینطور. این مسائل حجابی که اینقدر افراد میگن که ما طرفدار حجاب تا به دل مردم خودشان را شیرین بکنن. عجب، به دروغ میخوان خدا به دل مردم شیرین بکنن. حاجی میرزا خودت داری میگی این مسئله را که این واقعا اتفاق افتاده، غیر مستقیم مسئله را تایید میکنی ولی به زبان رد میکنی. خب وقتی یک نفر میای در مورد این مسئله صحبت میکنه و شما میگی خودت را به دل مردم شیرین میکنی، خب چون مردم این ظلمه ها را میبینن که نفر خودش را به دلشان شیرین میکنه، چرا شما این کار نمیکنید؟ چرا شما حقایق را نمیگید تا به دل مردم شیرین شوید؟ حالا به تعبیر خودتان، با منطق خودتان، چرا این مسائل نمیگید برای مردم؟ شما میگید من دلسوزم برای ملتم. خب چرا اشک خواهر مسلمان در تاجیکستان میرزه برای شما بسیار بی ارزشه، ولی رضایت رحمانوف و دار و دستش به شما اهمیت داره، ارزش داره که اونها مبادا ناراحت بشن، اونها مبادا چونین و چونان بشن؟ من نمیدونم والله این چی منطقی است، چی عقلانیتی است، این کدام راه و روش است، این کدام طریقه است؟ یعنی یک فرد تا به این قدر خودش را حقیر بکند در برابر ظالمین و ستمگران؟ حداقل انسان سکوت میکنه. وقتی نمیتواند سخن حق بگوید، کلام حق بگوید، حداقلش این که فرد سکوت میکند و حرف نمیزند. پس بنابراین دقت داشته باشید. من خواهشم دوباره از برادران و خواهران و بزرگوار ما در تاجیکستان هست که این مسئله را واقعا جدی بگیرید، واقعا جدی بگیرید. یعنی جناب حاجی میرزا راست میگوید یا شما راست میگویید، حقانیت خودتان را و راستگو بودن خودتان را ثابت کنید. والله المستعان. جناب حاجی میرزا، دنیا بسیار اندک است. امروز و فردا یا رحمانوف گم می شود یا می میرد، یا من و شما می میریم. ولی در پیشگاه الله متعال باید ایستاد بشیم. از تک تک کلماتی که به دهان میاریم باید پاسخ بدیم. دیگه حرفی ندارم. جزاکم الله خیرا. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.